مسئله پنجم، المسئله الخامسه، حکم نماز ویتر، حکم گذاشتن نماز ویتر و فضیلت آن و وقت نماز ویتر. اولا حکم نماز ویتر. نماز ویتر چی حکم دارد؟ نماز ویتر سنت مؤکده تأکید شده است. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم برای اجرای آن مردم را ما را تشویق کردند و هدایت فرمودند، چنانکه فرمود ان الله ویتر یحب الویتر. حقیقتا الله سبحانه و تعالی ویتر است و ویتر را دوست می‌دارد. روایت بخاری تحت رقم 6410 و مسلم تحت رقم 2677. و همچنین فرمودند یا اهل القرآن اوتیرو، ای اهل قرآن ویتر بخوانید، فان الله ویتر یحب الویتر. بدرست که الله ویتر است و ویتر را دوست می‌دارد. روایت ابی داود تحت رقم 1416. البته این حدیث صحیح گفتند. پس وقتی نماز ویتر، وقتی نماز ویتر پس از انجام نماز خفتن شروع می شود تا دمیدن صبح با اتفاق علماها، چون این از سبب‌های عمل‌های پیامبر الله صلی الله علیه و سلم هست و حدیث‌های هستند که میگویند ان الله امدکم بصلاة هی خیر لکم من حمر نعم. الله سبحانه و تعالی نماز داده است بر شما که از همه چیز بهتر است، حتی از شتر سرخ مویدم بهتر است. صلاة الویتر گفتن، نماز ویتر است این که فرموده که ما بین صلاة العشاء الى طلوع فجر، که این نماز ویتر خوانده می شود، شروع می شود خواندن این از بعد نماز خفتن تا طلوع فجر. روایت ابی داود تحت رقم 1418 و ترمذی تحت رقم 452 و ذهبی این حدیث را صحیح دانستند. اما اگر فجر صبح براید نماز ویتر خوانده نمی شود، چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند صلاة اللیل مثنى مثنى فاذا خشی احدکم الصبح یصلی رکعة واحده. نماز شب 2 رکعت است. در روایت دیگر نماز شب و روز 2 رکعت است. اگر کسی از شما ترسی دمیدن صبح را نمود، پس نماز ویتر را 1 رکعت بگذارد. روایت بخاری تحت رقم 990 و این حدیث شهادت می‌دهد که وقت نماز ویتر با پیدایش نماز فجر به اتمام می‌یابد. و حافظ ابن حجر گفته است که بیشتر و روشن‌تر از همه دلیل‌ها آن است که ابی داود و نسائی روایت کرده‌اند و دیگران از این حدیث را صحیح گفتند که ابن عمر میگوید یا که میگفت کسی که در شب نماز میخواند باید آخرین نماز خود را ویتر قرار بدهد، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم همین طور فرموده بودند و هنگامی که فجر صبح میبراید تمام نمازهای شب و نماز ویتر گذاشته می شود. فتح الباری مجلد 2 صفحه 559. پس نماز ویتر در آخر شب خواندن آن بهتر است. نماز ویتر در آخر شب بهتر است که آغاز کرده شود، خوانده شود، ولی توصیه می شود که اگر انسان گمان برد و گمان کند که در آخر شب از خواب برخیسته نمیتواند، برایش دشوار میگردد، در اول شب نماز ویتر را خوانده سپس استراحت نماید. و برای آن کسانی که امید دارد که در آخر شب برخواسته نماز ویتر را ادامه نماید، برایش بهتر است که نماز ویتر در آخر شب بخواند، چنانکه جابر رضی الله عنه از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و آله فرمودند من خاف الا یقوم من آخر لیل فلیوتر اولا. هر کسی بترسد که در آخر شب برخاست نماز ویتر را خوانده نمیتواند، پس در اول شب آن را بگذارد. در اول شب من طمع ان یقوم آخر لیل فلیوتر آخر لیل. اگر هر کسی که امید داشته باشد که در آخر شب برخواسته نماز ویتر را ادا نماید، پس در آخر شب آن را ادا نماید. فان الصلاه آخر لیل مشهود. بدرستی که نماز آخر شب این مشهود است، معروف و نمایان است. ذلك افضل، گفتن این بهتر و نیکوتر است. روایت مسلم تحت رقم 755. بارك الله فيكم. المسألة السادسة، مسألة ششم، صفة الوتر وعدد ركعاته. در بیان صفت نماز ویتر و عدد رکعت‌های آن. پس توصیف نماز ویتر و شماره رکعت‌هایش. پس بدون که عدد حدی اقل نماز ویتر 1 رکعت است، چنانکه در حدیث ابن عمر و ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است. گفتند که الویتر رکعت من آخر لیل. ویتر 1 رکعت است در آخر شب خوانده می شود. روایت مسلم تحت رقم 752 753. و همچنین حدیث ابن عمر
که گویا گفتند صلی رکعتا واحدتا توتر له ما قد صلى، یک رکعت نماز بخوان که همون ویتر می شود برای آنچه که تو پیشتر خوانده ای. این دلایل در بیان خواندن نماز ویتر در یک رکعت و امکانیت خواندن نماز ویتر 3 رکعت. از حدیث عایشه رضی الله عنها معلوم است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم چنین نماز می‌خواندند: یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 رکعت نماز می‌خواندند، ولی در باره صفت خوبی و نیکویی آن میگن مپرسید، چگونه زیبا می‌خواندند. ثم یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. سپس باز 4 رکعت دیگر می‌خوانند که از زیبایی و حسن آن نپرس. ثم یصلی ثلاثا. سپس 3 رکعت نماز ویتر می‌خواندند. روایتی مسلم تحت رقم 738. و این چنین این 3 رکعت نماز ویتر را میتوان با 2 سلام خوانده شود، چنانکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گفتند که پس از 2 رکعت سلام میداد. ابن عمر پس از 2 رکعت سلام میداد و بعد از برای آن حاجت خود برآمده میشد. روایت بخاری تحت رقم 991. و همچنین ممکن است که 3 رکعت را پی در پی با هم به یک تشهد خوانده شود، چونکه عایشه رضی الله عنها فرمودند کان یسلم من رکعتین حتی یأمر ببعد حاجته. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نماز ویتر را با 3 رکعت می خواندند و تنها در آخر آن می نشستند. روایتی نسائی تحت رقم 1698 و حکیم در مجلد اول صفحه 304 و بیهقی همچنین این حدیث را روایت کردند که حاکم این حدیث را صحیح دانستند طبق آن احکامی که بخاری و مسلم موافقت نمودند و ذهبی این را تصدیق کردند. پس نماز ویتر با 2 تشهد با 1 سلام خوانده نمی شود، به مثل نماز شب چگونه که مردم میخوانند تا به نماز مغرب مانندش کنند، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از این عمل نهی کردند، چگونه که دارقطنی در مجلد 2 صفحه 24-25 و حکیم در مجلد اول صفحه 304 و بیهقی در مجلد 3 صفحه 31 روایت ها را میرن که خواندن نماز ویتر به مثل نماز شام با 2 تشهد این امر ناجایز و ناروا و مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشد. همه این روایت ها صحیح هستند، با اعتماد هستند و حاکم این را و ذهبی این روایت را صحیح دانستند و ابن حجر در فتح الباری مجلد 2 صفحه 558 گفته است که اسناد اینها با شرط شیخین که بخاری و مسلم صحیح است و همچنین امکانیت خواندن نماز ویتر با 7 و 5 رکعت. دلیل آن حدیث عایشه رضی الله عنها است که میگوید کان رسول صلی الله علیه و سلم یصلی من اللیل 13 رکعتا. این که رسول الله صلی الله علیه و در یک شبانه روز 13 رکعت میخواند، هر شب 13 رکعت میخواند. یوتر من ذلك ب50 که با 5 رکعت ویتر میکرد این را ولا یجلس فی شیء الا فی آخرها و در چیز از اینها نمینشست مگر در آخر آن، یعنی که 5 رکعت یا که 7 رکعت با 1 اتحیات نماز را خواندن. همچنین حدیث ام سلمه را آورده است که گفته است کان رسول صلی الله علیه و سلم این که رسول الله صلی الله علیه و سلم یوتر ب7 او 5 این که پیامبر با 7 رکعت یا که با 5 رکعت ویتر میکرد. لا یفصل بینهما بالتسلیم ولا کلام، این که بین آنها نه با سلام نه با کلام جدایی نمیانداخت. 7 رکعت با 1 اتحیات، 5 رکعت با 1 اتحیات. حدیث عایشه، حدیث ام سلمه زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم. روایت ابن ماجه تحت رقم 1192 و البانی این حدیث صحیح دانستند. ابن ماجه تحت رقم 980. بارک الله فیکم.